سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امروز آمدیم دو تا پروژه دیگر از ایردراپ موو بزنیم، بعد ببینیم که داستان کار چی میشه و آخر به کجا میرسیم. حالا من تو قسمت پروگرس مال خودم به این صورت به اینجا رسیدم که حالا امتیاز قسمت اکسپلوررز 14 از 144، بقیه هم خیلی کمه. حالا امروز خورده تسکای سوشال و این چیزا زیاد داریم. من دو تا پروژه‌ای که واسه امروز مد نظرم هستش، یکی اومنی بی تی سیه. اینا البته بر اساس تاریخ انتخاب کردم. البته یه پروژه دیگر می‌خواستم امروز بزنم که اونی که خورده باگ داشت و دیگه اونو اوکی نکردم. خب فلت اون از ما پسورد خواست میزنیم. یکی دیگه هم که پروژه دومی هم که هست موو داشت، پروژه موو پوزیشن بود دومی، پروژه‌ای که می‌خوایم بزنیم. خب دومیش هم این موو پوزیشنی که اینجا هستش. البته من لینک ها رو براتون میذارم براتون بعدن دیگه اوکی باشیم هم. خب اومنی بی تی سی رو اول انجام میدیم. اومنی بی تی سی 4 تا اگه ببینید نکنید با پروژه موو زده که من 4 تاش روش کلیک میکنم، بالا میارمشون. بعضی که بالا میارم، این اولی که میبینید نکنید تسکای توییتر و دیسکورد این چیزاست که ما میریم روی این دوتا کلیک میکنیم و بازشون میکنیم، میریم تو دیسکورد اومنی بی تی سی و موومنت که اوکی بود، ولی خب حالا بازش میکنیم این موقع مشکل چیزی بود بتونیم حلش کنیم. اول اومنی بی تی سی انجام میدیم تا برسیم به پروژه موومنتمون. موومنت رو هم باز میکنیم، وارد اومنی بی تی سی شدیم. یه دونه اینجا تسک کامپلیت میکنیمش. اینجا چند تا از این رول ها رو میگیریم، سرور رول، میایم اینجا انانسمنتش یه دو تا این هم میزنیم. بخش وریفیکیشن میریم، اینا رو میگیریم تا برای ما باز بشه. گیم هایی داره، جی ام هایی داره، یعنی بعد جنرال داره. مثلا می‌نویسیم ناو مثلا، حالا هر چی دیگه دوست داشتین یه چیز بنویسید دیگه. بعد توی چی هم که اومنی هم که توی موومنت هم که بودیم. خب دوتا روش کلیک میکنیم ببینیم که دیسکورد ها اوکی میشه یا نه. البته این دیسکورد موومنت کلا مشکل داشته امروز. حالا من یه دور دیگه چک میکنم که وریفای هم اوکی یا نه. میگه وریفای هستیم، مشکل خاصی هم نیستش. حالا من یه دونه پیام تو اینم میفرستم، موو ببینم اوکی شده. خب تا اون بیاد روی این تسکو کلیک میکنم ببینم توییتر ها خودشون اوکی میشن یا نمیشه. خب دو توییتر اوکی شد. یه ریتوییت داریم، ریتوییتر رو انجام میدیم. امروز خورده توییتر هم باگ داشت، اگه یه موقعی براتون چیزی نیاورد زیاد به قولی سخت نگیر. این ریتوییت هم اوکی شد. یه وریفای موومنت که همچنان داره ارور میده. وریفای موو هم اوکیه به نظرم. حالا باگ پیش میاد، تک تو دیگه داره باگای مختلف دیگه. حالا این هم میزنیم تو موومنت، شد حالا این بود. به هر حال شما این دوتا رو انجام میدین، وریفایش این داستان. حالا اگر هم اوکی نشد میبرین تو پوشه. الان من میبرم تو پوشه مووم، اونجا نگهش میدارم تا حالا اوکی بشه. خب پس اینی که رو انجام دادیم اولی رو. من این دوتا دیسکورد رو نیاز ندارم، ولی حالا این ته میذارم یه موقعی 1% شاید به کار اومد. میریم سراغ دومی. آقا یه پست راجع به اومنی بی تی سی بزن برای ما و این 4 تا رو مثلا توش بزن. حالا میریم تو توییتر اومنی بی تی سی. چرا میریم تو توییتر اومنی بی تی سی؟ توی توییتر هر پروژه یا هر چیزی که برید، اگه گزینه پست رو بزنید با تگ اون پروژه یه دونه براتون شما خالی باز میکنه. خب من این 4 تا رو اوکی میکنم، مثلا کپیش میکنم، مثلا یه جمله راجعش می‌نویسم the best مثلا دکس. خب این 4 تا رو می‌نویسم، تگش هم که بالا داره اینو میزنم. بعضی که زدم اینجا کپیش هم میکنم، لینکشو فکر کنم نیاز باشه. آره لینکش اینجا کپی میکنم، اینجا میذارم که آقا من یه پست راجع به این زدم. اینم یه دونه حالا وایت لیست و این چیزاست که حالا زیاد مهم نیست، اونا رو نزنیم. اینجا دو تا
سوال داریم که حالا من جواباشو بعداً توی کپشن براتون میذارم. سی بی این یکیه، اون یکی هم دی ای بیه. دی ای بی، حالا اگه اشتباه نباشه، خب اولی اشتباه بود، ای ای بیه. آره، ای ای بیه. این یکی رو میگیرید، بعدش که این یکی رو گرفتید، خب این یکی گرفتید، یه دونه اوتی هم میمونه، این یکی رو هم بگیریم. این تسک هم پس انجام شد برام، بعد چی ان امتیازش هم گرفتیم. اومنیبتیسی جزء پروژه های خوب موومنت به نظر من و میتونه آینده خوبی داشته باشه توی اینکه ایردراپ بخواد بده. خب این یکی از این چارتا میگه که آقا شما بیاید توی هفته‌هاش هم مشخص کرده، گفته از 25 هفته یکش، خب این دو تا اول گذشته، از 8 مثلا امروز 7 باید 3 تا تراکنش روی اومنی بزنید که خب با اکثر شما این رو انجام نمیدین. اگر هم انجام بدین کاری نداره، میرین تو سایت اومنی بی تی سی یا نوشته، حالا توی چی هم میتونید سرچ بکنین اومنی بی تی سی، میاره دکسشو، بعد میتونید 3 تا تراکنش بزنید رو هر شبکه‌ای که دارین. حالا همینه دیگه، اومنی بی تی سی دات فایننس. این میشه این تسکش. خب من این تسکشو انجام نمیدم، میبندم چون کارمزد زیادی میگیره. خب این تسک هم مثل تسک روز قبل همه نوشته دیگه، نوشته آقا کرییت ممه کن برای ما، شروعشو در آوردن دیگه، هر روز میگم مثلا ممه درست کن، ممه درست کن. خب این دوباره جنریت ممه رو میزنیم، کلمه اینجا اومنی بی تی سی رو کپی میکنیم و این سری گفته که اومنی بی تی سی با موومنت هر دو تا باید باشن. پس حالا یکیشو کپی میکنیم فعلا، بریم که مثلا بین اومنی بی تی سی با موومنت طرف مثلا بین این دو تا کدوم انتخاب کنه. اینم حالا رفته پایین، یکی میذاریم اومنی بی تی سی، یکی هم مثلا میذاریم موومنت. حالا شما میتونید چیزای دیگه بزنید، فرق نمیکنه، هر چی بزنید تو اینجا رسید همونو میذارید، یا کدوم بزنم. خب بعد جنریتو میزنید، جنریتو که زدید اینجا برای شما یه دونه برای شما درست میکنه، این رو سکستاب ذخیره میکنید، بعد دیگه ذخیرش کردیم میبندینش، ببینید چی میخواد. گفت آقا یه دونه برام ممه درست کن، فکر کنم خود اکثر میخواد دیگه، لینک توییتر نمیخواد. جلوی اکسترا رو آل میذارید، خود اکثر انتخاب میکنید، بعد که آپلودش کردید چه سابمیت بگو. دو تا دیگه هم هر تا ایموجی و با ممه بازم مثل روزای قبلی دو تا رو دوباره باز همون عکسو میاریم داخلش، هیچ مشکلی نداره، اینا اوکی میدن، زیاد سخت نگیرید. خب اینی که آپلود شد، من سومی الان بزنم آپلود بشه، آپلود شد، سومی هم میزنیم که آپلود بشه، بعد اینکه این درست شد. خب این میمونه تا 24 ساعت آینده اوکی بشه که بعدش بیایم اینجا اینی که رو بزنیم. حالا من اینکه آپلودش میزنم، بعد اینو ذخیره میکنم توی موو هام که بعداً بیام و چکش بکنم که ببینم اوکی شده. این تسک ما انجام شد. خب ممرم میبندیم. تسکای عمری تمام شد، 4 تا بود که همش انجام دادیم. البته خب یکیشو انجام نداده بودیم که گفتم به خاطر اینکه چی میخواد، اسمش چیه، هزینه میخواست این داستان. خب عمری رو میبندیم، میریم سراغ پروژه دوم. پروژه موو پوزیشن. خب اینم 4 تا تسک داره، 4 تا تسکشو باز میکنیم. بعد اینکه 4 تا تسکشو باز کردیم، خب یکیش تسکش که اوکیه، اینا بقیه توییتر، مثلا اینکه آره توییتر یه دونه میگه آقا تو عضو اینجا باش، عضو میشیم، جزء کانالش میشیم. بعد یکی دیگه گفته آقا ریتوییت بزنین، بازو بسته میکنیم اوکی میشه. یه دونه هم دیسکورد داره آخرش، دیسکوردشو باز میکنیم، اینو میبندم، یه رفرش میکنم این صفحه رو، ببینم توییتراش اوکی میشه یا نمیشه. اونایی که اوکی شده میگیرم، توییترها این پوزیشن فقط اوکی نشد، توییتراش داره اوکی میشه. خب قصد شده بود دیگه، آره قصد شده بود، فقط یه دیسکورد موند. حالا منتظرم که دیسکورد بالا بیاره، یه دوباره روش میزنم به خاطر شاید نت باشه. یه دور دیگه همین رو رفرش میکنم، دیسکورد داره میاره بالا. خب میریم تو دیسکوردش. خب آره اینی که هم اوکی کرد، اسپیسر رو البته سب کن تا باید اوکی بشه. خب توی دیسکورد گفته آقا شما جز کامیونیتی رول ها باشید، حالا هم کارهای معمولی رو انجام بدید، بهتون کامیونیتی رول میده، یعنی جز
اون پروژه باشید. این داستان میزنیم دوتاشو، این هم ستایی میزنیم، فینیشو میزنیم، ما رو وارد چی بکنه؟ سرور گاید داره. سرور گاید که داره یکی یکی میام اینا رو باز میکنیم، دوباره برمیگردیم. نکنیم 5 تا رو میگیرید، دوباره میاد یه دور دیگه، دوباره میاد یکم پارتنر اوکی شد. اینا رو بگیرید، رولا رو میریم برای آخری شد دیگه. اینجا فقط دیدنیه دیگه، چیزی نداره. یه رولز اینجا داره که این رولز هم بگیریم. نداره چی توی صفحه چتش می‌نویسی که حالا هرچی شما دیگه سلا دیدیم بنویسید دیگه انگلیسی. خب من میزنم روی این ببینم اوکی میشه یا نمیشه. خب دیسکوردم اوکی شد. تا کلا کارهای اینو انجام دادیم، پس اولی کامل اوکی شد، چیز خاصی هم نداشت بغیر این داستان اینجا که یه اسکرین شات از ما میخواست که ما اینو نگهش می‌دارم. الان بهتون میگم اسکرین شاتش چجوری. ببینید این گفته که آقا توی دیسکوردشون حالا یه مثلا حالت سمینار مانندی اوکی کردن، شما باید اینو بیاین و مثلا انجام بدیم. من این لینک یه عکس فیکی رو از دیسکورد گرفتم، خب که مثلا اینو میخوام بذارم اینجا. حالا این دیگه چی تصمیم شماست که این ریسک رو بکنید و این امتیاز رو بگیرید یا اینکه ریسک رو نکنید. من این ریسک رو میکنم، برای من مهم نیستش که آقا اینا میخوان چیکار کنم. میام این تصویر رو ذخیره میکنم تو کامپیوتر. من لینکشو گذاشتم براتون، اینو تو مرورگرتون بالا میارین، بعد ذخیرهش میکنید. ذخیرهش که کردید از اینجا میاریش بالا، آپلودش میکنید. حالا من 2 تا دارم دیگه، قبلا واسه اکانت هستیم استفاده کردم. شما میتونید حالا عکسای دیگه از جای دیگه بگیرید بذارید. اینو میزنیم، امتیاز اینم میخوام بگیریم، 20 امتیاز اینم میگیریم. اینو چک نمیکنن، 11 12 هزار تاست، مثلا در حد چیزی نیست که بخواید اینو چک بکنن. حالا دیگه بازم اختیاری، شما دوست داشتین این کارو بکن، دوست نداشتین نکن. خب این اولی تموم شد. میریم سراغ دوم. دوباره گفت آقا یه اسکرین شات بده، همون اسکرین شات قبلیه رو دوباره من میزنم براش، 20 امتیاز اینم میگیرم. این میشد دومی تسکش. میریم سراغ سومین تسک. سومین تسک گفته آقا یه ممه بساز برای ما. بله یه ممه بساز برای ما. آره یه ممه گفته بساز. حالا من دوباره همون ممه‌ای که داشتیم مال همین بود یا قبلی؟ نه قبلی چیز دیگه بود فکر کنم. آره اون واسه پروژه دیگه ساخته بودیم، الان این دوباره باید بسازیم. خب اشکال نداره، یه کریت ممه میزنیم. حالا تو اینترنت می‌نویسیم چون اینجا که چیزی نداشت. کریت ممه میزنیم، دوباره میریم تو سایت. اون قبلی مال پروژه قبلی بود، عمری BTC بود. یه لحظه فکر کردم که این یکی اونه. خب اینو ببینیم چیه. این یکی اینم خوبه. حالا میزنیم مثلا موو پوزیشن بالا پایینی، بالایی هم مثلا میزنیم BTC مثلا، یا میتونیم بنویسیم مثلا اتریوم. رفتم حروف بزرگ بنویسم، آخر کوچیک شد. خب جنریت ممه رو میزنیم و بالا میاریم، ذخیرهش میکنیم توی دسکتاپمون و اینجا میگه آپلودش کن. میرم پیداش میکنم، اینو میذارم اونجا. بعدم اینم که تاییدیه‌شه دیگه، بکنم 24 ساعت دیگه. آره سابمیتش واسه تاییدش. خب اینم ذخیره میکنیم، میره تو فولدر موومون. پس این تسک ما انجام شد. تسک آخر، این تسک آخر رو می‌خواستم یه توضیح راجعش بدم. من چون قبل این رفتم این پروژه دیگه رو زدم، اون مشکل توییتر داشت. خب این داستانش اینجوری که آقا شما یه لینک این بالا دارین به نام تستنت موو پوزیشن داستان، که این لینک رو اگه برین توش با اون یکی دیگه ولد بالا میاد، با این ولت نایتلی بالا میاد که من خاموشش کرده بودم که به این تداخل نشه. من ولت نایتلی رو بالا میارم، پسوردش رو میزنم. بعد اینکه پسورد زدم یه رفرشش میکنم. رفرش کردم، کانکت ولت رو میزنم. حالا من رو اون اکانتم که کار نکرد، اینجا جلو شما این کار رو انجام میدم ببینم اوکی میشه یا نه. اگه اوکی نشد حالا چیزای دیگه رو بهتون میگم. خب بعد از اینکه بالا اومد، این یه حالت پلتفرم و وامدهیه. خب شما یه پولی رو اونجا میذارید، بعد از روی اون پول وام میگیرید. حالا این به صورت تستی داره انجام میشه، ولی خب عموما توی کریپتو همچین چیزایی داریم. مثلا پلتفرم اوی که مثلا یکی بزرگترین وامدهی‌ها مثلا تو کریپتو. خب
الان بالام نمیاره، ولی خب کلیت اینه که یه سری ارز اینجا الان داره، شما این ارزا رو انتخاب میکنین و اونا رو چیکار میکنین؟ دیپازیت میکنین، یعنی میریزین توی این سایت. بعد که ریختین توی این سایت سر اون میان وام میگیرید. این تسک فعلا کار نمیکنه. خب نگران نباشید، بقیه تسکا که زدیم یه دونه از این موو پوزیشن بود، من همه اینا رو ذخیره میکنم تو فروشه مووم. اونایی که اگه عقب بمونن، خب یعنی اونایی که آخر کار عقب بمونن، ما دوباره برمیگردیم یه ریویو میزنیم به کل پروژه. اگر چیزی عقب مونده بود میزنیمش، اگر هم که کار نمیکرد خود دیگه کار نمیکنه دیگه دست ما نیست که دیگه درستش بکنیم. فقط این نکته حواستون باشه که اگر چیزی کار نکرد ما بعداً دوباره ریویوش میکنیم، بهش میپردازیم. نگران این چیزا نباشید. همین دیگه آخرین توضیحات من بود. 2 تا پروژه رو زدیم دیگه، تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. شبتون بخیر. خدا